برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان عزیز، برنامه تحلیلی دیدگاه است و من با شما شوکت محمد هستم. در برنامه امروزه درباره ایستگاه سازی رستم امامعلی صحبت میکنیم. البته ایستگاه سازی در شهر دوشنبه و فروش آن به نرخ هنگفت. رستم امامعلی شهردار دوشنبه قیمت ایستگاه‌هایی را که در راه و خیابان‌ها بنیاد می‌شوند اعلان کرد. قیمت هر ایستگاه برابر به یک خانه دو آشیانگی حداقل 6 حجره‌ای تمام می‌شود. شهردار دوشنبه گفته است فعلا در زمینه ایستگاه‌های موجوده 47 ایستگاه نوی زمانوی ساخته می‌شوند. با گفته رستم امامعلی از جانب ریاست ساختمان اساسی بنیاد 25 ایستگاه به مبلغ 7 میلیون سومانی در حال انجامیابی است. بر اساس این آمار خراجات میانه یک ایستگاه ساخته شونده در پایتخت حدود 280 هزار سومانی یعنی 25 هزار دلار را تشکیل می دهد. ایستگاه های یک کوچه و یک خیابان دیگر دوشنبه تا آخر سال نو می شوند ساختمان 47 ایستگاه زمانوی از جمله از جانب ریاست ساختمان اساسی بنیاد 25 ایستگاه به مبلغ 7 میلیون سومانی و از جانب ریاست ساختمان از نوسازی و تعمیر راه و پل‌های شهر دوشنبه 22 ایستگاه به مبلغ 5 میلیون و 900 هزار سومانی در مرحله انجامیابی قرار دارند. این را رستم جان امامعلی در صحبتش با نشریه دولتی جمهوریت گفته است. قبلا خبر داده شده بود که ایستگاه‌های معاصر در اساس لایحه جمعیت دارای مسئولیت محدود پارتنر در موافقه با سرریاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه بنیاد شده. رونمایی نمونه اول آن ماه آگوست سال 2017 با اشتراک خود شهردار دوشنبه رستم امامعلی صورت گرفته بود. یادتان باشد بهار سال 2018 شهردار رسما 30 ایستگاه را به قیمت 9 میلیون سومانی به استفاده داد. یعنی یک ایستگاه برای بودجه انیقترش کیسه ساکنان شهر 30,000 دلار یا نرخ یک عمارت دو آشیانگی 8 حجره دار تمام شد. امسال قیمت ایستگاه ها ارزان تر شده است به قوله. ساختمان ایستگاه های 30,000 دلاری در پایتخت 3 سال می شود که ادامه دارد. ایستگاه البته بد نیست. ایستگاه ها خوشرو باشند، زیبا باشند، یک نمود شهر می درآید، اما تماشابینان گرامی 30,000 دلار برای یک ایستگاه این درجه عالی اسراف نیست؟ البته درجه عالی اسراف است. 30,000 دلار یک ایستگاه، یک استانوفکا، به خصوص برای شهری که 30% اهالی از زیر خط فقر زندگی می کند. برای معلومات بنگرید سال 2018 با درخواست ما متخصصان قیمت اصلی این ایستگاه را حساب کرده گفته بودند که حتی با استفاده گرانترین محصولات و حق بلند خدمت پودرچی نرخ ساختمان ایستگاه از 3,000 دلار بیشتر نمی شود. 3,000 دلار مکسیموم یک ایستگاه. آخر تماشابینان گرامی ایستگاه اتوبوس، ایستگاه نقلیات مسافربر، ایستگاه در اصل یک نقطه اشاره شده توقف نقلیات جمعیتی برای گرفتن مسافران است. بله؟ برای آن هیچ ضرورت صرف 30,000 دلار وجود ندارد. 30,000 دلار برای یک ایستگاه، یک استانوفکا.
در هیچ کشور جهان هم این مصرف بزرگ را کسی ندیده است. مثلا طبق معلوماتی که در اینترنت دسترس است، ما جستجو کردیم، وقتی که این خبر رو خواندیم جستجو کردیم که در کجای دنیا چنین ایستگاه ها می ساختند، ایستگاه ها برای نقلیات. برای ایستگاه های دارای خنک های صفت عالی که در دبی نصب شده اند، همگی $4000 مصرف شده اند که نیمی این مصرف ها برای خنک و تابلوی حرکت نقلیات صرف شده است. $4000. در بریتانیای کبیر ایستگاه را تنها یک تابلویی که رقم و وقت حرکت نقلیات جمعیتی را نشان می‌دهد نشانه گذاری شده است. همین اصول در آلمان، شویتسیه، فرانسیه که بایترین کشورهای دنیا هستند استفاده می شود. من حتی در ترکیه، در شهر استانبول که در یک روز 3 میلیون سیاح درآمد 3 میلیون سیاح میبراید به شهر استانبول، این گونه ایستگاه را ندیدم که $30,000 نرخ داشته باشد، قیمت داشته باشد، به اون $30,000 پول مصرف شده باشد. ندیدم. اما در تاجیکستان که در صف قشاق‌ترین کشورهای جهان بین 10 کشور افریقایی قرار دارد، با صرف $30,000 ایستگاه می سازند. $30,000. کی باور کرد که و ایستگاه ها یعنی استانوفکایی که در شهر دوشنبه ساخته شده است $30,000 به یک استانوفکا مصرف شده است، به یک ایستگاه؟ من باور نکردم. انقدرش این به 30,000 نه، با صرف حد اکثر مکسیموم $3,000 ساخته شده است، اما از بودجه $30,000 گرفته شده است. یعنی $3,000 مصرف شدگی، $27,000 به کیسه چپ زده شدگی. 9 برابر قیمت ساختمان از یک ساختمان ایستگاه رستم جان فایده میبرد. باور کردن به این که این جمعیت دارای مسئولیت محدودی پارتنر به کدام صاحبکار تعلق دارد و شهردار دوشنبه، شهردار پایتخت و پسر رئیس جمهور رستم امامعلی آنقدر ساده و گرنگ است که نمیفهمد یک ایستگاه نمیتواند $30,000 قیمت داشته باشد. امکان ندارد. رستم جان میداند 30,000 از بودجه گرفته، 3,000 به جمعیت دارای مسئولیتش محدود میتید، 27,000 را رستم جان به کیسه چپش میزند. این خودش اگر گرنگ نباشد، اگر کسی این کار را کرده باشد میفهمد. اگر کسی دیگر کرده باشد چشم نمیپوشد، او را آشکار میکند و در رسانه ها می نویسند که شهرداری آشکار کرد که فلانی با بسیار نویسی، با زیاده نویسی پول بودجه را از خود کرده است. این پول که به کیسه رستم جان می رود، برای همین این را زیاده نویسی نمی گویند. $30,000 صرف شد می گویند به جای $3,000. به پشت یک سه یک صفر دیگر، یک نول دیگر همراه میکنند. 3,000 می شود 30,000. تمام، همه خلاص. برای مثال نگاه کنید. البته در فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی مالک یگانه جمعیت دارای مسئولیت پارتنر، جمعیت دارای مسئولیتش محدودی پارتنر، جورایف امیدجان علیشیرویچ قید شده است. اما این چیزی رو شرح نمیدهد. خالدینگ اوستا گروه که با سرعت به فرازی دوم تبدیل می شود، در نام برادران میرزایف ها به قید مانده شده است. اما طبق اطلاعی منبع معتمد،
منبع‌هایی که به ما خبر میدهند از همون تگی بینیشان، از تگی بینی رستم جان به ما خبر میدهند، میگویند که 70% سهم اویستاگرو به رستم امام علی تعلق داشته. برادران میرزایفا تنها 30% حق دارند. لیکن انیق‌ترش همین است که اکثریت سهم به رستم جان امام علی تعلق دارد. عائله میرزایفا، برادران میرزایفا بازیگران رستم جان هستند. اکنون ببینید تماشابینان گرامی، در 3 سال آخر بیش از 100 ایستگاه ساخته شده است که در عموم رستم امام علی و شریکانش از آن حدود 3 میلیون دلار درآمد گرفتند. 3 میلیون دلار. اصلا در تجربه جهانی ساختمان و راهسازی بهترین پولشویی است. پولشویی با تعمیر پل‌ها و تعمیر راه‌ها و ساختمان ایستگاه‌ها، شهرداری دوشنبه بزرگترین قلاب‌های پولشویی را یک شته به عاقب زده است. ساده کرده گوییم با یک نول زده است. پولشویی در تعمیر پل‌ها و ساختمان ایستگاه‌های 30,000 دلاری اگر شما را به تعجب آورده است، آن در مقایسه با پولشویی در تعمیر راه‌ها بازی کودکانه است. میفهمید؟ بازی کودکانه. وقتی پسر رئیس جمهور برای ساختمان ایستگاه‌ها 3 میلیون دلار جدا میکند و 2 میلیون و 700 هزار دلارش را به کیسه میزند، پس بیایید ببینیم که با همین اصول از سطح دیگر چقدر درآمد گرفته است. شهرداری از بودجه شهر، از بودجه پایتخت 3 میلیون دلار پول جدا میکند. 90% پول را به کیسه میزند. چه خیلی فهمیم این را؟ حالا در همین مصاحبهش با نشریه جمهوریت، رستم امام علی میگوید سال گذشته در 8 انشاءات راهسازی با درازی 19 کیلومتر کارها پیش بینی شدند که اجرای آن به 259 از 4 میلیون سومانی برابر گردید. از این 2 انشاءات ایریگاسیونی با درازی 13 کیلومتر، یک انشاءات ساحل مستحکم کنی با درازی 3 کیلومتر و ساختمان 27 ایستگاه نقلیاتی زمانوی می باشد. اگر دقت دهید، اگر اینجا هم مصرف و درآمد 1/10 باشند، پس شهرداری پایتخت از این بنیادکاریش بیش از 230 میلیون سومانی یا 20 میلیون دلار فایده گرفته است. 20 میلیون دلار. خدمت را اینها به تجارت تبدیل دادند. البته تماشابینان گرامی می توانید اعتراض کنید که اگر پسر رئیس جمهور از ساختمان ایستگاه ها 900% فایده گرفته است، این به آن معنی نیست که از همه پروژه هایش در همین حجم فایده به دست آورد. تماشابینان گرامی، شاید اندیشه شما درست باشد، اما بیزنس دیگر رستم جان ثابت میکند که شهردار دوشنبه به دالیه های میده شده قناعت نمی کند. سال 2018 از بودجه شهرداری تعمیر 3 پل کوپروک مبلغ گذاری شد. قیمت تعمیر یک پل 3 میلیون و 200 هزار سومانی یا 360 هزار دلار است که در جمع تعمیر هر 3 پل 1 میلیون دلار می شود. و یگانه تعمیری که بالای این پل ها انجام شد چی بود میدونید؟ پل ها در جایش ایستاده است. فقط شب چراغ ها دیگر شدند و خلاص. 1 میلیون دلار پرید رفت. خودش رفت، پریده، پرواز کنان، قنات برآورده، به کیسه رستم جان در آمد. تمام.
ببینید اکنون اینها که از بودجه بچی عذاب و مشقت پر می شده کشور اینقدر مبلغی هنگفت را می دزدند، از 10 را به کیسه چپشان می زنند، مگر می شود انصاف و عدالت انتظار شد؟ از همین ها چه انصاف و چه عدالت انتظار شدن ممکن است؟ رهبریت یک کشور، پایتخت، یک شهر آن طرف استد، به این طرفه دزدان حتی یک دهه را نمی شود باور کرد. ملت عزیز، با خون جگر زندگی پیش میبری، با خون جگر پول مییابی، نیمه از یافتگیت برای سپاریدن چندین نمودی انداز صرف می شود. اما وقتی انداز تو به بودجه می آید، رستم جان آزاده و یزنه و تقاها فکر میکنند به خزینه بابای شریف پول ریخته ایستاده است. این خزینه از پدر امام علی رحمان میراث مانده است. چه خیلی که خواهند صرف کردن میگیرند. اما وقت نوبت معاش و نفقه دادن بیاید پول نیست. معاش معلم را دادی؟ نه. معاش دکتر را دادی؟ نه. نفقه مردم را دادی؟ نه. پولی بودجه کجا شد؟ امسال برای آبادانی پایتخت بیشتر از بودجه مبلغ جدا کردیم. چرا؟ زیرا پایتخت نمای کشور است. آی نوبکاران، بله پایتخت نمای کشور است، ولی انصافتان را خاک خورد نخواد یک ایستگاه اتوبوس به $30,000 مصرف ساخته شود. انصافتان را خاک خورد، الله نابودتان کند. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه در شبکه‌های اجتماعی، در کانال یوتیوبی پیام تیوی، در کانال تلگرامی پیام، رادیوی پیام ما را پیگیری کنید. همیشه با ما باشید. خیر تا برنامه دیگر. الله نگهبانتان. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net